باید ما بگومش که برادر عزیز ما همینجا مقصد نمی 1000 سوم فایده یا 2000 سوم ما همینجا دا برادر بعضی خراجات ها دارم. خب اگر بدونه هم آدم رازیگی شود هم میشه بدونه لیب روزی باشه لیکن انصاف برادر فریبش نکنی. این فریب کردن هم پولی هم برای تا حلال نیست. یا تو یک کار میوی چی میگن هم یادم این کاری ها پسردنی این هم مثال میانه را پسردنی بگیم میوی یک کار مثال در 100,000 روسی همین کار همون مردک میگم من 100,000 میتم این همیره همین کار بود کرد تا اگر همین را بیای بگوی که برادرها اینا 4 تا استاد گویی که من مقصد نمی کار یافتگیم در 100,000 یکی همین را 80 تا شما را میتم 20 تا شای خدمت همه را اگر راست بگوی همه راضی شوند برای تی پول درسته برای یکی برای بگوی که برادران جای کار یافتم 50,000ش میگه اینا نیکی اینا مثال 70 تا ما گرفتم و همین 50 تا 20 تا شب و 30 تا دیگه شب جوگا کنی وش برای تو حرام. همین روز با فکر من چیزا پنهان کردن معنی هم نداره. همین مردم همش راضی اند. بیای بگوی برادر من میرا یافتم اینا می قسم قطعی اینا مرحمت نمی قاکشن یکی همودم انصاف مهنت هوا میکنن زحمت هوا میکشن خیلی خداوند ترا میتاری داد از همین امکانیت استعداد هموش دارم شکر بعد فکر نکن که برادر مسلمانی تای همین هم محتاجه همین جهت ها را باید ما اینا بالای ما اگر اینا بگه یک تلفن دارم همین ما خوب مثال اینا 800 سوم خریدم اگر همینا 5000 که بفروشم حلال ای در شریعت این تعریف فایز مخصوص نداره که باید 10% مونی یا 20% ولی در شریعت انصاف هم میمونه میگه انصاف که انصاف ای روی انصاف بفروش برای همین تو میلش مهنت های زحمت های هم مشه بالایم در بمانو یکی این قدر ای حدی بدم نی ما تحصیل سودا میکنیم مثلا در همه مال سودا میکنیم شما تلفن گفتیم من هم تلفن خودم میفروشم مثلا بالای همین تلفن مثلا یگان مبلغ معین میمونیم یا که زیادتر مقصد در همین سودا همون ما دروغ میگیم نرخه اگر راست گوییم عموما به خلق توجیه اگر راست گویی او با سودا را وای میکنن مثلا دروغ میگیم من فکر با دروغ ما با دست میاریم دملو مثلا همین سری سودا چی میشه برادر عزیز شما شرط نیست که پول خریدگی تونا بگی شرط هم نیست که قسم بخوری نگو تو مثال چند سوم خریده تو نرخ تبا ما بگو برادر عزیز همین چیزی من 1000 سوم دیگر من ایره چند سوم خریدم نخریدم خب اینشتم من وظیفه دار نیست که در تو مثال معلومات بتون بیا برادر عزیز من را وادار نکن که من مثال در همین کار یکم قسم بخورم یا دروغ بگم برای همین خوبش همیه اینا به خاطر آن که برادر مسلمانی اینا با 100 سوم دیگه شد گذاشتم نه 100 سوم بتی ولی در همون فایزه که مانده باز میگم انصاف که بعد دروغ هم نگو که به حد مالی تازه دروغ نگو زیرا که او پول برای تو حلال نیست پیامبر گرامی گفته است خوابو و خسیرو این 3 بار خوابو و خسیرو خار ذلیل شد گفتن کی ای حضرت گفت آن کسی که مالش با دروغ با قسم های دروغ میفروشد این خار ذلیل شد ما رو تفسیر امور تو شخصون قسم میتم پیش که خیلی من مثلا ما گفتم اصلا شاید دیگه شده جلو من مسئله شرعیش گفتم شما دیگه او میگه دروغ تو میگی دروغ اصلا شاید حل کنم من گردنتون ساکت کنم و حوالای تو به خدا خیلی خداوند عاقبت همه ما را بخیر کنه الله تعالی ده تمام خیره دسترخوان با هر دو شینه همه توفیق و حق داشتم این کردی نیستم روز ما میرم
Şöyle, baladiye. Ama şimdi Jotuna gire amca bu amca bir şey mi olmuş mu? Mesela amca bir şey yok şu Равот трансляция. Трансляция, соус кардим. Она что мы Видео думаю. как кружкам. Ахурати бад мера плату. Канат там кимде?